سلام به همه گهانی‌های عزیز. من حمید هستم و خیلی خوشحالم که دوباره تو این ویدیو باهاتونم. اگر قسمت اول ویدیوی هوش مصنوعی رو دیده باشید، میدونید که درباره اخلاق، خلاقیت و خودآگاهی تو هوش مصنوعی یه سری حرفای جالب زد. امروز قراره یه شیرجه عمیق‌تر رو بزنیم تو این موضوعات و با یه نگاه آکادمیک ولی کاملا ساده و قابل فهم ببینیم هوش مصنوعی چطور داره دنیا رو تغییر میده و ما چطور میتونیم ازش به بهترین شکل استفاده کنیم. آماده اید؟ بزن بریم. هوش مصنوعی و یادگیری عمیق چیه؟ اول بیایید یه پایه محکم برای بحثمون بسازیم. هوش مصنوعی یا همون AI به سیستم هایی گفته میشه که میتونن کارهایی مثل تشخیص تصویر، ترجمه زبان یا حتی بازی کردن رو انجام بدن. کارهایی که معمولاً به هوش انسانی نیاز داره. حالا یه روش مهم برای ساخت این سیستم ها یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگه. تو یادگیری های عمیق از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده میشه که یه جورایی شبیه مغز انسان کار میکنن. این شبکه ها لایه لایه هستن. مثلا تو تشخیص یه عکس گربه، لایه اول لبه ها رو پیدا میکنه، لایه دوم شکل گوش ها رو و همینطور تا آخر. این سیستم با دیدن میلیون ها مثالیات میگیره که چی به چیه. مثلا اگه کلی عکس گربه بهش نشون بدیم، کم کم میفهمه که گربه چه شکلیه. حالا که دید کلی داریم، بریم سراغ 3 موضوع اصلیمون: اخلاق، خلاقیت و خودآگاهی. بخش اولمون اخلاق در هوش مصنوعیه. اخلاق تو هوش مصنوعی خیلی موضوع حساسیه، چون AI دیگه فقط یه ابزار ساده نیست. تو زندگی واقعیمون داره تصمیمای مهمی میگیره، مثل انتخاب کارمند تو شرکت‌ها، تشخیص بیماری تو بیمارستان‌ها یا رانندگی ماشین‌های خودران. اینجا 3 تا بحث اصلی داریم که باید حسابی بهشون نگاه کنیم. بحث اول، حریم خصوصی. AI برای اینکه خوب کار کنه به کلی داده نیاز داره. عکس‌هات، پیام‌هات یا حتی اطلاعاتی مثل ضربان قلبت. حالا سوال اینه، این داده ها کجا میرن؟ کی میتونه بهشون دسترسی داشته باشه؟ مثلا فرض کن یه برنامه سلامتی با AI وضعیت بدنت رو تحلیل کنه. اگر این اطلاعات دست شرکت‌های تبلیغاتی بیفته، ممکنه شروع کنن بهت قرص لاغری پیشنهاد بدن. برای همین قوانینی مثل GDPR تو اروپا هست که شرکت‌ها رو مجبور میکنه داده‌هات رو امن نگه دارن و بدون اجازت ازشون استفاده نکنن. موضوع دوم، تعصب و تبعیضه. AI گاهی تعصباتی که تو داده‌هاش هست رو یاد میگیره و حتی بدترش میکنه. مثلا اگه یه سیستم استخدامی فقط با داده‌های مربوط به مردها آموزش دیده باشه، ممکنه فکر کنه زنها برای شغل‌های فنی مناسب نیستن. یه نمونه واقعی، سال 2018 آمازون یه سیستم استخدامی مبتنی بر AI داشت که به خاطر تعصب جنسیتی کنار گذاشته شد. راه حل چیه؟ باید داده هامون متنوع و منصفانه باشه و الگوریتم ها رو جوری طراحی کنیم که این تعصبات رو فیلتر کنن. بخش سوم، شفافیت و مسئولیت پذیریه. خیلی وقتها AI مثل یه جعبه سیاهه. نمیفهمیم چطور یه تصمیم رو گرفته. مثلا اگر AI تو دادگاه بگه یه نفر مجرمه یا تو بیمارستان بگه یه نفر باید عمل بشه، باید بدونیم چرا اینو گفته. برای همین محقق‌ها دارن روی AI قابل توضیح کار میکنن. سیستمی که بتونه بگه من به این نتیجه رسیدم چون فلان داده رو دیدم. این شفافیت باعث میشه هم اعتمادمون به AI بیشتر بشه، هم بتونیم خطاهاش رو درست کنیم. دومین بخش اصلیمون خلاقیت در هوش مصنوعی. خلاقیت یعنی بتونی یه چیز جدید و ارزشمند بسازی، مثل نقاشی یا یه آهنگ. حالا سوال اینه، آیا AI میتونه خلاق باشه؟ جوابش هم آره است هم نه. الان AI کاره عجیبی میکنه.
مثلا دال-ای با یه جمله مثل یه گربه با کلاه کابویی تو بیابون یه نقاشی دیجیتال میسازه که آدم انگشت به دهن میمونه. یا جوک باکس میتونه آهنگایی تو سبک راک یا پاپ بسازه که واقعا گوش نوازه. حتی داستان و شعر هم مینویسه. اما این خلاقیت واقعیه؟ یه عده میگن نه، چون AI فقط داره الگوهای داده هایی که بهش دادیم رو ترکیب میکنه. مثلا اگه بهش 1000 تا نقاشی نشون بدیم، یه نقاشی جدید میسازه که یه جورایی تلفیقی از هموناست. ولی یه عده دیگه میگن خلاقیت ما آدم ها هم همینطوره. ما هم از چیزایی که دیدیم و شنیدیم الهام میگیریم. پس شاید AI خلاقه، ولی به سبک خودش. یه نکته دیگه هم هست. AI چه تأثیری روی آدمای خلاق داره؟ مثلا اگه بتونه نقاشی یا موسیقی رو سریع و ارزون تولید کنه، شغل هنرمندا چی میشه؟ از یه طرف میتونه ابزار کمکی باشه، مثلا برای پیدا کردن ایده های اولیه. از طرف دیگه ممکنه بازار کارشون رو تنگ کنه. سومین بخش اصلی ما خودآگاهی در هوش مصنوعیه. آخرین موضوع خودآگاهیه که هم خیلی جذابه هم یکم ترسناک. خودآگاهی یعنی یه موجود بتونه خودش رو بشناسه و بفهمه که از دنیای دور و برش جداست. ما آدما خودآگاهیم. بعضی حیوونا مثل دلفین ها هم همینطور. اونها خودآگاهن. ولی AI چی؟ فعلا که AI خودآگاه نیست. پیشرفته ترین سیستم ها مثل چت بات ها و ربات های صنعتی فقط برنامه هایی هستن که بر اساس داده و الگوریتم کار میکنن. اونا احساس ندارن، نمیفهمن که خودشون کیان و فقط به چیزی که براشون تعریف کردیم واکنش نشون میدن. مثلا اگه به یه چت بات بگی تو کی هستی، یه جواب آماده داره، ولی قطعا نمیدونه چی داره میگه. یه سری دانشمند میگن شاید یه روزی AI به خودآگاهی برسه. مثلا اگه بتونیم مغز انسان رو کامل شبیه سازی کنیم یا سیستمی بسازیم که خودش یاد بگیره و تکامل پیدا کنه، ممکنه به هوش مصنوعی عمومی یا AGI برسیم. ماشینی که مثل آدم تو همه موضوعات باهوش باشه. اما این سوالای بزرگی رو پیش میاره. اگه AI خودآگاه بشه، آیا باید حقوق داشته باشه؟ اگه بگه من نمیخوام خاموش بشم، چیکار کنیم؟ اینا بحثای فلسفی و اخلاقی پیچیده‌ای هستن که همین جوابشون رو نمیدونیم. خب بچه‌ها، هوش مصنوعی یه ابزار فوق‌العاده است که میتونه تو زمینه‌هایی مثل پزشکی، آموزش یا حتی هنر معجزه کنه. ولی مثل هر ابزار قدرتمندی باید با دقت ازش استفاده کنیم. باید مطمئن بشیم که AI منصفانه کار میکنه، حریم خصوصیمون رو حفظ میکنه و شفافه. ازش میتونیم برای حل مشکلات بزرگ مثل گرمایش زمین یا بیماری‌ها استفاده کنیم، به شرطی که نذاریم تبدیل به یه وسیله کنترل یا تبعیض بشه. ما به عنوان آدم‌ها باید تو این بحث‌ها شرکت کنیم. از شرکت‌ها و دولت‌ها بخوایم قوانین درست بذارن و خودمون هم درباره AI بیشتر یاد بگیریم. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید AI میتونه خلاق باشه یا یه روز خودآگاه بشه؟ تو کامنت‌ها برام بنویسید، چون واقعاً منتظر نظراتتونم. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعد جهانی باشید.